رقیب گوشی‌های پرفروش سال A15 A16 از خانواده شیائومی میشه ردمی نوت 13 یا ردمی نوت 14 که توی این ویدیو میخوام بهش بپردازم که آیا توان رقابت توی بازه 13 14 15 میلیونی و با گوشی‌های خفن سامسونگی که تو این بازه هستن البته داره یا نه. بررسی ردمی نوت 14 4G. سلام به بابکس دوست داشتنی، من مهدی شجری ام. خیلی خوش اومدید به ویدیو بررسی دیگه. بریم سراغ گوشی که یکی از محبوب ترین گوشی های بازار میتونه لقب بگیره با وجود رقبای از سامسونگ که یعنی حضور دارن تو بازار. یه ذره کار براش سخته، ولی ردمی نوت 13 ها که بازار خوبی داشتن، 14 که نسل جدیدشه ببینیم چند مرده علاجه. بخش اول بخش لایک و کامنته، یه لایک بندازید پای ویدیو تا بریم تو بررسی و طراحی. تو طراحی قاب پشتی پلاستیکه، یه قاب مات تو این رنگی که اینجاست، رنگ آبی خوشگل ترتمیز با نمک فسفوریتو، میدونی یه سبز، یه رنگ خوشگلیه. حالا شما میتونید رنگ‌های دیگه‌اش رو هم انتخاب بکنید. پکیج دوربین‌های مربع اون بالا 3 تا لنز تو خودش جا داده، یه فلش که تو 2 تا مرحله بیرون زدن مثل خیلی از گوشی‌هایی که از شیائومی یا حتی از برندهای دیگه می‌بینیم. یه سری نوشته هم اینجاست. دور تا دور گوشی آلومینیومه. زیر گوشی درگاه تایپ سی، میکروفون، خشاب سیم کارت، اسپیکر، لبه سمت راستش دکمه پاور رو کم و زیاد کردن صدا. بالای گوشی جک 3.5 میلیمتری ما داریم با یه اسپیکر و یه آیار برسته روی میکروفون. چپش هم کویر، خبری از چیز خاصی نیست. پنل جلویی نمایشگر تخت و با حاشیه‌های بسیار زیاد تو خودش جا داده که تناسبی هم بین حاشیه‌هاش نیست، یعنی از بالا و پایین زیادتر از چپ و راست. لبه‌هاش خیلی زیاده، تقریبا 85% نمایشگر یعنی پنل نمایشگره. دوربین سلفی توی پانچول اون بالا، یه گواهی IP54 هم حالا بهتون میده. در مجموع طراحی سبک و خوش دست، ولی خب یه ذره یوغوره، یعنی به خاطر حالا اندازه صفحه نمایشش و مخصوصاً حاشیه‌هایی که داره یه مقداری یوغوره دیگه، یعنی به درد مثلا دستای کوچیک، دستای خانوما نمیخوره. البته که رقیبش که یعنی همون A16 هم هستم همین حدودا، یعنی گوشه خیلی خوش دست و ترتمیز مرتبی نیست. قدیم یه سری نسخه های لایت وجود داشت که کمپانی مثلا شیائومی میزد، دم مثلا کوچولوتر و گوگولی‌تر بود، ولی خب احتمالاً ازش استقبال نشد دیگه، لایناشو قطع کردن. الان چند سالیه که نمیاد، ولی این گوشی خیلی میگم گوشی تو دستی نیست، سبک و جمع و جور و خوش دسته ولی بزرگه. بخش بعدی صفحه نمایشه، جایی که نمایشگر امولد 120 هرتز می‌بینیم. همین 120 برگ برنده است به نسبت A16 که 90 هرتزیه. روشناییش هم از نمایشگر A16 بیشتره. در مجموع صفحه نمایش بهتریه از گلکسی A16. عمق رنگ مشکی خوب، روشنایی خوب، دیتیل خوب، حاشیه‌های زیاد و رزولوشن خوب. تقریبا میشه گفتش که تو این بازه قیمتی بهترین نمایشگری که میتونید داشته باشید رو همین ردمی نوت 14 4G که ایراد جدی نداره واقعا، به جز اون حاشیه‌هاش که مربوط به طراحیش میشه. بخش بعدی باتریه. یکی از جایی که این گوشی به نسبت نسل قبلیش اومده یه ارتقایی داده، حالا جلوتر میگم از این سری جاها زده، یه سری ارتقا داده، همین باتری 5500 میلی آمپر ساعتیشه. یعنی ما تقریبا 1 ساعت و نیم 2 ساعت شارژ دهی بیشتر داریم به نسبت نسل قبلی. تقریبا 2 ساعت و نیم به نسبت A16 شارژ دهی بیشتر داریم. تقریبا 1 ساعت کال آف دیوتی 10% شارژشو کم میکنه، یه روز کامل رو میتونه بهتون شارژ بده تو استفاده‌های معمولی، یکم رو به زیاد، و میتونید روی باتری این گوشی واقعا حساب بکنید. به نظرم بهترین گوشی تو بازه قیمتی خودش از نظر باتری میتونه باشه، اگر یه سری از مدل‌های آنر رو نگیریم. یعنی اگر بین دوراهی سامسونگ و شیائومی هستید و باتری براتون اولویته، این گوشی میتونه انتخاب بهتری باشه به نسبت اون سامسونگیه. یه دونه آداپتور 33 واتی تو باکسش هست. 2 تا مزیته، یکی اینکه 8 وات بیشتر از 25 وات های سامسونگ، 2 اینکه اصلا تو باکس هست، یعنی شما لازم نیست هزینه اضافه بکنید و برید یه آداپتور بخرید. تقریبا تو 1 ساعت و 10 دقیقه اینطورا گوشی رو فول شارژ میکنه. خیلی بستگی داره به فول شارژ شدنش، ولی از نظر شارژ دهی هم یعنی از نظر آداپتور و شارژر هم توی بازه قیمتی خودش جوابه. حس کرده اثر انگشت تو بخش امنیت زیر نمایشگر کارش رو به خوبی انجام میده. بخش بعدی بخش دوربینه. یه سنسور 108 مگاپیکسلی اصلی، یه سنسور 2 مگاپیکسلی ماکرو، یه سنسور 2 مگاپیکسلی عمق. این سنسور 2 مگاپیکسلی عمق همون جاییه که ازش زده. چرا؟ چون تو نسل قبلی خودش یه دونه حداقل ما اولترا واید داشتیم، اینجا اونو نداریم. و چرا؟ یعنی عملا شما روی این گوشی 2 تا سنسور دارین.
اون دو تا سنسور هم یکیش ماکروه که اصلا انگار ندارین. بریم سراغ سنسور اصلی 108 مگاپیکسلی. عکسایی که باهاش ثبت میکنید نه اصلا خوب نیست. یعنی هم دیتیل خوبی نداره به نسبت توی بازه قیمتی خودش به نسبت A16، هم دیتیل خوبی بهتون نمیده، هم روشناییش خوب نیست، یعنی عکس شارپ نیست. از اون طرف هم اون اکسپوژری که باید بهتون بده نمیده، انگار خفس، انگار یه فیلتر اندی انداختی روش. و میدونی بعضی موقعا که شرایط نوری خیلی خوب باشه، همه چیز مناسب باشه، میتونید باش عکسای خوبی بگیرید که تازه همون عکس هم اوور سچوره، یعنی یه عکسیه که اغراق رنگی توش خیلی زیاده، یعنی شما دقت رنگی زیادی نمیبینید. نمونه تصویرا رو اونجا براتون میذارم. عکسای پورتری که میگیره به نسبت این که توی عکسای معمولی دیتیل زیادی از سوژه بهتون نمیده، عکسای پورترش هم خیلی تعریفی نیست. تو جدا کردن سوژه اصلی از بک‌گراند 50-60% مواقع خیلی خوب عمل میکنه. از 10 تا بگیرید 5-6 تاش جواب میده. منتها اون دیتیلی که، اون رنگ و نوری که، اون کلکی که باید روی سوژه بزنه اتفاق توش نمیفته و شما یه عکس پورتره معمولی دارید، عکس‌ها رو دارید میبینید. ویدیوهایی هم که باش میگیرید 80 30 فریم. دوربینش خیلی تعریفی نیست. بریم سراغ سنسور سلفی. یه دونه سنسور 20 مگاپیکسلی که یه دونه عکس سلفی بگیرم شما ببینید دیگه خودتون قاضی. همه فیلترها رو هم خاموش میکنم. 3 2 ببینید میریم تو دل عکس. دل عکس رو که باز بکنی ببین هیچ دیتیلی از صورت من نیست. نویز رو میبینیم، وایت بالانسش خوبه، داینامیک رنجش ضعیفه، سلفی خیلی تعریفی هم نداره، اونم 80 30 فریم بر ثانیه میگیره، ویدیوهای خیلی خوبی هم بهتون تحویل نمیده. پس پکیج دوربین این گوشی چیزیه که درسته که رو جعبش بزرگ زده 108 مگاپیکسل، ولی خب الکیه. بخش بعدی سخت افزار. پردازنده دایمنسیتی هلیو G99 اولترا. هلیو G99 اولترا رو ما توی نسل قبلی غیر اولتراش رو دیده بودیم. G99 اولترا و G99 اینم یه شوخی رسانه‌ای، یعنی تفاوت خیلی زیادی نداره. پردازنده تو دل محیط کاربری، تو اون همون کارهای معمولی و روزمره ترتمیز کارا رو انجام میده، ولی خالی از لگ و باگ نیست. ولی اونجوری هم نیست که تو مختون بره، مگر اینکه بعد از مثلا 7-8 ماه حافظه کشاش همه پر باشه، حافظه گوشی رو زیاد پر بکنید، رما درگیر بشه، واسه همین مثلا یه ذره افت عمل کرد رو توش ببینید. ولی احتمالاً اون اوایلش خیلی لگ و باگ اذیتتون نمیکنه. توی بازی کردن هم توی گرافیک مدیوم میتونید، فریم ریت مدیوم میتونید بازی بکنید، 60 اف پی اس رو به زور هندلی بهتون میده، میتونید باش بازی بکنید، ولی خیلی اونجور که روون و سریع باشه نیست. به نسبت A16 رقابت پایاپای اینجوری دارن که یه جاهای این میبره یه جاهای اون. پردازنده نسبتا پایداری هم از خیلی داغ نمیکنه، خیلی افت عمل کرد نداره، یعنی اینجوری نیستش که بعد نیم ساعت بازی یهو دیگه بپاچه، ولی خیلی قشنگ فیت همین بازه قیمتیه. از نظر رابط کاربری هم که هایپر OS 2 رو ما داریم روش، یعنی جدیدترین رابط کاربری گوشی‌های شیائومی روش هست که خیلی جذابه، قابلیت‌های شخصی سازی بهتون میده که اینجا ویدیوش هست میتونید برید ببینید. اندرویدش هم اندروید 14 طبق گفته کمپانی 4 سال آپدیت میگیره، ولی نکتهش میدونید چیه؟ شما رو 3 سالش حساب بکنید، چون وقتی میاد دستتون 14 یعنی همون اول باید بکنیدش 15 و یه دونه آپدیتش رفت و 3 تا آپدیت دیگه ازش میمونه که به نظرم خوبه. به نسبت مثلا 16 مقدار یه سال کمتره ولی خوبه، یعنی پکیج سخت افزار نرم افزارش تو این بازه قیمتی فیته، یعنی دیگه تو این بازه چیز بیشتر از این نمیتونید توقع داشته باشین و خیلی یه ذره هم اذیتتون میکنه دیگه. ما داریم راجع به مثلا $150 صحبت میکنیم، یه گوشی $150. اینم از این. بریم سراغ بخش آخر، بخش عملکرد اسپیکر و پخش موزیک همیشگی. نصف صداش که فاجعه است، صدا استریوه، 2 تا اسپیکر تو این بازه قیمتی خفنه. با اینکه استریو بلندی خیلی خفنی بهتون نمیده، کیفیتش مناسبه، یه ذره از ته چایی میاد، تفکیک نسبتا مناسبی داره، جک 3.5 میلیمتری داره که خودش یه برگ برنده است. پکیج اسپیکرش از تمام رقبای خودش بهتره. میرسیم به جنبندی. قبلش مرسی از مجموعه دارسو که این گوشی رو برای بررسی در اختیار ما قرار داد. اگه قصد خرید گوشی داشتین حتما به سایت دارسو سر بزنید. پلن‌های مختلفی برای خرید دارن، هم نقدی، هم اقساط، هم آنلاین، هم حضوری، یعنی میتونید به فروشگاهشون هم سر بزنید، با گوشی‌ها کار بکنید، از مشاورهشون استفاده بکنید و گوشی که می‌خواید رو بخرید. جنبندی اول خودشو بگم.
طراحی اوکیه، صفحه نمایش عالیه، باتری خوبه، دوربین ضعیفه، سخت افزار معمولی رو به خوبه، اسپیکر بسیار خوبه. این از این. اگر دنبال یه گوشی هستین که باتری خوب بهتون بده، صفحه نمایش خوب بهتون بده، که خیلی ها دنبالشن، کسایی که تو سوشال مدیا زیاد میگردن، یه صفحه نمایش بزرگ میخوان و باتری خوب میخوان که هی مجبور نباشن شارژش بکنن، و از طرفی کسایی که میخوان فیلم ببینن، یوتیوب بچرخن، باتری و صفحه نمایش براشون مهمه، یه طراحی ترتمیز میخوان، و از طرفی هم یه پردازنده‌ای که جوابشون رو بده، این گوشی واقعا مناسبه اگر با برند شیائومی حال میکنید. اما اگر دنبال یه گوشی هستید که آپدیت های نرم افزاری، رابط کاربری روونتر بهتون بده و دوربین بهتری داشته باشه، برید سراغ A16 که کار دیگه جمع کنید دیگه. این گوشی هم میتونه بذار یه مقایسه هم با ردمی نوت 13 بکنم. اگر ردمی نوت 13 دارید که اصلا به این گوشی فکر نکنید، چون فقط 500 میلی آمپر ساعت باتریش بهتر شده، پردازندش که الکی تفاوت الکی داره و همین تفاوت جدی دیگه ای نداره. کما اینکه دوربینش از ردمی نوت 13 مقدار ضعیف‌تر هم شده به خاطر اینکه باتریش قوی‌تر شده. ولی اگر مثلا روی شیائومی های چند وقت پیش هستید و میخواید 14 15 16 تومن یه شیائومی بخرید که کارو براتون در بیاره، این گوشی اوکیه. اگر دوربین براتون مهم نیست، چون دوربینش واقعا تعریفی نیست. دم همتون گرم، امیدوارم که این ویدیو هم بتونه بهتون کمک بکنه. مرسی که تا این آخر با اون اومدین. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره که واسه دلگرمیه من هر چی دارم از حمایت تک تک شماست. کات